کارمندان بازرسی دولتی автомобیلی با مقصد پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات به نظام درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات، آشکار نمودن حالت رعایت نگردیدن طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه و بلند برداشتن مدنیت رانندگان و پیاده‌گردان عملیات و تدبیرهای ضروری را راه اندازی می‌نمایند. دیروز سنه 8 مارس آنها چون افسران حقیقی باز یک وظیفه مسئولیتناک را بر دوش خود گرفتند. این هم باشد مبارکباد نمودن بانوان سری چنبری ماشین نشسته را به مناسبت فرارسی بهار عالم افروز و جشن زیبا روز مادر. از نام هیئت بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه یکی وزارت کار داخلی تبریک میکنم. 100 سال شوی. همتون تبریک. حضور yok şurada. İdeton borak şava. بانوان راننده از لطف و مرحمت ناظران و تحفه عالی همتانه آنها خیلی خوشحال گشتند. من اول حیران شدم که چرا مرا ناظر بازرسی دولتی автомобیلی من نمود، چون که برای این اساس نداشت. هرچند که مرا ناظران راه کم من میکنند، لیک هر وقت من کنند خواطر میشوم. امروز باشد وقتی دیدم که به من تبسم کنان گل دراز میکنند، خرسندیم بیکنار بود. تحفه ناگهانی مرا خیلی شاد کرد. اظهار داشت یکی از بانوان ماشین سوار. تبریک ناظر کلان ترغیب و تشویق شعبه‌چی بازرسی دولتی автомобیلی شعبه یکم وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره شاه اوکتم بابو جانزاده ابراز نمود. رانندگان از جمله بانوان نسبتاً با انتظام بوده به ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه در قیاس با مردان کمتر راه می‌دهند و البته آنها زیب و زینت راه‌های شهری ما میباشند.